دوستان عزیز سلام. نشر امروزی برنامه ترانسفر در عمل با پررگی سرشار از ترانسفرهای تاجیکان خواهد بود، زیرا در پس منظر کاری پرروجی روزانه زمستانه ترانسفری ما قرار کردیم لحظه هم باشد با بازار فوتبال تاجیکان سرخلانیم. نخست از آن میگوییم که دروازه‌بان باشگاه ختلان کوایه گودسون که چون ستوشیچ برای باختریان عزیز است با دسته ریگارتاداس قرارداد همکاری به امضا رسانید. در این باره البته که شهره فوتبال تاجیک بابا خولمرادزاده طریق صحیفه 90 دقیقه خبر داد. نیکولا ستوشیچ هم دور نرفته است و دروازه‌های باشگاه بخارا را حمایت دارد. شهرتمندترین شهره فوتبال تاجیک همچنین طریق صحیفه خویش از آن میگوید که دستپرور لوکوموتیو مسکو الکسی توریک که آخرین دستش باشگاه یالتای نیم جزیره جنجالی کریم بود، حالا در هیئت خوجند در شهر فرغانه ازبکستان قرار دارد و شاید روزهای نزدیک با دسته قرارداد به امضا رساند. بختیار ظریفوف باشد با پیوستن و مشق‌های دست جمعانه اسخاتا از آن اشاره نمود که به صف بانکداران همراه می شود. با قول صفحه فیسبوکی جهانی فوتبال تاجیک اگر یگان حالت غیر انتظار رخ ندهد موسم جدید این بازیکن را ما در هیئت اسخاتا خواهیم دید. همچنین حسین نورماتوف نیز در مشق‌های دست جمعانه بانکداران خوجندی آماده پول حساب کنی است. گیگانت فوتبال تاجیک و یا خود دسته استقلال دوشنبه میل به دسته همراه نمودن دفاعگر تیم جوانان کشور را دارد. این معلومات ها را اینسایدران و یا خود خبررسان های نزدیک به باشگاه تصدیق کردند. لگنری تاجیک با نام مهربان کریموف چند پیش با راضیگی طرفین دینامو افتای مولداوا را ترک کرد و عین زمان با تیم منتخب جوانان تا 20 ساله کشور در ترکیه برای جام آسیا U20 آمادگی دیده ایستاده است. پس از انجام مسابقه قهرمانی آسیا جانب‌ها سر میز مذاکرات خواهند نشست. با گفت پرخواننده ترین سامانه‌های ورزشی کشور شهر تاجیک و یا خود شهرام سمیف علاقه مدتی چند روز است که همراه با دسته زیمبرو مشق و تمرین دارد و در صورتی با موفقیت پس سر کردن مرحله بازبینی میانی دسته و بازیکن قرارداد همکاری به امضا رسانیده می شود. دسته زیمبرو پس از 14 دور مسابقه در موقع سوم جدول سوپرلیگ مولداوا قرار دارد. وابسته به برآمد شهر تاجیک در صف تیم‌های شریف، دینامو افتا، ترپیدا بیلاز و ایسلچ تنها همین را میتوان گفت که شهر حتی به پلنگ هم مانند نبود. شریف بیک رحمتوف با دسته ریگارتاداس قرارداد به امضا میرساند. در این باره صحیفه 90 دقیقه خبر داد. دسته سابق شریف بیک باشد تیم توران ازبکستان بود، از دسته‌ای که 2 موسم قبل اون وقت بهترین دفاعگر فوتبال تاجیک فردوس چقالوف به یگان خفگی جواب داده شد. نماینده دیگری فوتبال تاجیک در سوپرلیگ ازبکستان دقیق ترش در تیم AGMK علیشیر جلیلوف نیز به فشارهای داخلی لیگوی ازبک‌ها تاب نهاورده دوباره در استقلال به آغوش گرفته شد. یکی از جلیلوف‌های قطاری همچنین شاگرد اینشتین در تیم منتخب ملی است. علیشیر از تمرین‌های دسته دیدن کرد و مشق‌های دسته جمعی همراه گردید و با تیم الکای راهبری شونده از جانب ایگور چریفچنکو قرارداد همکاری را امضا کرد. فوتبال بازی دیگر با نسب جلیلوف که نامش رامیش است بعد گذراندن موسم قبلی در صف روشنی کلوب با احتمالیت زیاد به استقلال شهر دوشنبه می‌پیوندد. همچنین باری دیگر خاطررسان باید نمود که رستم یتیموف صاحب مربی نو گردید، زیرا در استقلال با تکلیف چریفچنکو دیمیتری تیاپوشکین مربی نوی دروازه‌بان‌ها تعیین شد. دسته فوتبال استقلال با مربی معروف دیمیتری تیاپوشکین قرارداد همکاری به امضا رسانید. قبلا دیمیتری آلبرتوویچ در دسته‌های سوکول، کریلا سویتوف، مردوویا، آلانیا و روتور به حیث مربی دروازه‌بان‌ها فعالیت نموده است. همچنین دروازه‌بان در دسته‌های نیوا، ترنوپول، متالیست خارکوف، سپارتاک مسکو، دینامو مسکو، سسکا و سوکول هنرنمایی کرده است. تیاپوشکین قهرمان روسیه در سال 1994 در هیئت سپارتاک بوده، چون بهترین دروازه‌بان در سال 1997 در هیئت دسته منتخب اوکراین 7 بازی انجام داده است.
در حالی که شهران دوشنبگی با سابق مربی ارسنال تولا انبارها را پرسلاح کردند، عقابان خوجنده هم بکار نایستاده کوشش دارند که پروازهای ترانسفری انجام دهند، ولی تا به حال این پروازها آنقدر بلند نیستند. با گپی دیگر میتوان گفت که احسان بابویف و کرامت الله سعیدوف قرارداد همکاری را با دسته خوجند برای 1 سال تمدید نمودند. بیایید رجای ترتیب را ویران کرده باز هم از استقلال میگویم. این نوبت صفی دسته همیشه قهرمانی کشور را میتواند بازیگری تاجیک از اسپانیا پاره نماید. امدانی کمالوف عین زمان با تیم منتخب جوانان تا 20 ساله کشور در ترکیه برای جام آسیا U20 آمادگی دیده ایستاده است. پس از انجام مسابقه قهرمانی آسیا، بازیگری نامبرده با دوشنبگی‌های پولدار سر میز مذاکرات خواهد نشست. در این باره نفرانی نزدیک به باشگاه گفتند. قابل قید است که همدانی تابستان گذشته از رایو مخداوندا به دسته پریکولیانوس انتامیرا که در دیویزیون سوم اسپانیا هنرنمایی میکند پیوست و روی قرارداد همکاری 2 ساله امضا گذاشته بود. ولی اگر نویدهای به استقلال پیوستن کمالوف درست برآیند، پس افسانه امیدبخش اسپانی با خبرهای پرواهمه به زودی پایان می‌یابد. پرویز علیف که به خدمت حربی دعوت گردیده بود و در هیئت تیم ارتش هنرنمایی میکرد، پس از به انجام رسیدن مهلت خدمت ترک دسته کرد و حالا برای بررسی به تیم اسخاتا دعوت گردیده است. سعید داستان فوزیلوف که سال 2019 در هیئت دسته استرافشان در لیگ برتر هنرنمایی میکرد، موسمی سپری گردیده باشد در لیگ یکم بنگلادش در هیئت تیم باریدخارا اوتر بازی کرده است. در این باره صحیفه فیسبوکی جهانی فوتبال تاجیک میرساند. لیگانری دیگری نه آنقدر پابرجای تاجیک که تجربه برآمد در پریمیر لیگ قزاقستان را دارد، این نوبت جوی کار در ازبکستان پیدا نمود. محمد جان رحیموف به صف نصف پیوست. محض چنین خبر صحیفه های اینستاگرام 90 دقیقه را زیب می‌دهد. جهانی فوتبال تاجیک باشد در این باره چنین میگوید: این فوتبالباز معروف ما که از موره‌های کلیدی تیم ملی تاجیکستان است و باشگاه نصف قرشی قرارداد برای 1 سال تا پایان سال 2023 به امضا رسانیده است. نصف از دسته‌های شناخته لیگ برتر ازبکستان به شمار می‌رود. پیش از این محمد جان در دسته‌های روشن، حاصلات و استقلال تاجیکستان اینچنین در اردبسی قزاقستان بازی کرده است. از سال 2016 عضو تیم ملی تاجیکستان می باشد و 42 بار با پیراهن تیم ملی به میدان رفته 2 گل هم زده است. من باشم در این مورد چنین میگویم: مهره کلیدی اصلا چیزی است و یا در این منظور کسی است که با تغییرابی دلخو سیستم کلیدی باقی میماند، ولی با جایگزینی مجبوری و پرسرعت دستوی این نفر هیچ به مهره کلیدی مانند نیست. فکر میکنم با کار بردن اصطلاح مهره کلیدی تنها وقتی به زبان آوردن نام پرویز جان عمربایف درست و جایز است، البته زمانی که گپ سری بازیکنان برون مرزی تاجیک می رود، زیرا پرویز جان عمربایف نفر است که با وجود پس سر کردن بهترین مهلت در یک دسته، این هم تیم اروپایی باز در لیگ اروپا هم بازی کرده و در قیاس به دیگران به زودی از دسته‌اش جواب داده نمی شود. با ادامه سخن سری نماینده لیگ چمپیون‌های آسیا از کشور ما میتوان گفت که سابق بازیکن دسته ارتش علیشیر سفر به صف تمرین‌های استقلال پیوسته است. با احتمال زیاد علیشیر موسم جدید را در هیئت قهرمان فعلی لیگ برتر کشور شروع می‌کند. علیشیر خود دستپرور استقلال بوده، تا چند موسم اخیر در دسته خوجند هنرنمایی می‌کرد. ال کاپیتانوی پرغرور و نفر میدانزبی باشگاه استرافشان ایلهام براتوف باشد بعد یک موسم استراحتی از فوتبال بزرگ دوباره به مشق‌های دسته‌جمعانه تیم غوطیده به قهر لیگ اول پیوسته است. ایلهام در موسم نوین برای برگشتن استرافشان به لیگ برتر کشور کمک خواهد کرد. بازیکن موسم سپری گردیده در تیم فوتزال استرافشان هنرنمایی میکرد و همکنون دیگر باره به فوتبال حرفه‌ای برگشت. بازیگر دیگر امیدبخش تاجیک از هیئت سابق استقلال احسان پنجشنبه که یک زمان در نوبهار نمنگان درخش خاصه داشت و اگنتش کاوت تلاپور هم آن زمان هیچ کس را گپ زنی نمیماند، اخیراً به ذوب آهن ایران رفت، ولی همکنون دیگر باره پیراهن استقلال را به بر کرده است. بازگشت دوباره احسان کارچلان از پرولیگ ایران کاملا ریگرس و یا خود پسروی است. ممکن که چریفچنکو دوباره تواند احسان را در پیراهی فوتبالی موفقانه ایستاد کند. خلاص که دنیا با امید است.
همکنون فرصت فرا رسید که از نمایندگی فوتبالباز تاجیک در چمپیونات شامل اویفا حرف زنیم. فوتبالباز تیم جوانان U20 تاجیکستان خسرو طاهیروف قرارداد همکاری را با دسته اتیراو قزاقستان تمدید نمود. در این باره صحیفه رسمی دسته خبر داد. قرارداد همکاری میان جانب‌ها تا آخر سال 2023 مهلت دارد. اگر که امدانی کمالوف از اسپانیا رفته و به استقلال گذر کردنی است، بازیگری دیگری امیدبخش تاجیک سلام اشورمامدوف به همسایه کشور اسپانیا سفر دارد. سلام من بعد ادامه مسند ورزشی در وطن رونالدو میکند. دسته دومینس در مسابقه چمپیوناتو پرتغال از روی نفوذ لیگ چهارم شرکت میکند. فوتبالباز تاجیک حالا در این دسته قرار دارد، اما رسما شرطنامه نبسته است. درآمد گپ الیور اشورمامدوف با نجات ریگارتاداز از افتیش به باطلاق لیگ یکم واقعا هم قهرمانی کرد، ولی دستاورد بزرگ فوتبال تاجیک خواهد بود اگر سابق بازیگری بروک بویز از ملی لیگ روسیه در زمین فیگو و ایسبیو از خود سر و صداها بلند کند. غیرتعلی میرحمدوف اگرچه در مربی عوضکنی خود را ابراموویچ خیال میکند، تازه‌کنی ایحت و یا خود بروسی چیست که در تیم روشنی کلوب اصلاحات‌های مالک نوی چلسی تود باولی را به یاد می‌آورد. روشن الکی سنایپر اساسی خود عبدالخلیل بورانوف را جواب داده و این نفر امسال در تیم ریگارتاداز هنرنمایی میکند. همچنین بازیگر دیگری مهم برای این تیم رسول پایزوف نیز در تیم الومینی استحصال کنندگان موقع خود را پیدا نمود. بازیگر دیگری که از این پس ما با پیراهن نوی روشن نمیبینیم عبدالرحمن نازیموف است. نازیموف موسم جدید را با پیراهن حاصلات شروع میکند. فرخاری‌ها هم با هر راه و واسطه تلاش بران دارند تا در دربی ختلان زمین خاروزار نباشند. آخرین مژده ترانسفری فوتبال تاجیک این گسیلکنی سروان منتخب ملی تاجیکستان به سفر موسمی خدمتی به سوپرلیگ ازبکستان است. احتم نظروف که همچنین تجربه غنی بازیکنی در لیگ‌های آسیای جنوب شرقی دارد، در راه رقابت‌پذیر بودنش با پیراهن اندیجان میان محکم بستنی است. قابل قید است که احتم نظروف یگانه بازیگر است که نه تنها شرطنامه 1 ساله بلکه قرارداد 2 ساله امضا نموده است. با کاپیتان دسته پتر شگر احتم نظروف برار می‌خواهیم. این بود کلیهان سوداکاری‌های بازار فوتبال تاجیک. با امید پیشرفت ورزش رقم اول در تاجیکستان تنسیت و پیروز باشید.